هر کسی که اولیاء الله را بد میگه کافر است. چرا کافر است؟ به خاطر از اینکه پیشمن لیست اولیاء الله هست. او اولیاء اللهی که تو لیست کشیدی و او اولیاء اللهی که لیستش پیشمن است. ما به اساس لیست خود که در اولیاء الله برات میتم، هر کس که مخالفت با اولیاء الله بکنه کافر است. خب بفرمایید، گفتم اولیاء الله که در آیات قرآن گفته که الا آگاه باشه ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که اولیاء الله نه برشان خوف است و نه ترس. اول از اولیاء الله در لیست ما حضرت آدم علیه السلام است. صحیح است یا غلط است؟ آیا از پیغمبرها که کسی ولی الله پیشتر شده میتونه؟ پس اول اولیاء الله اولین کسی است که او را چی کردن؟ الله را خلق. الله ولی الذین آمنوا. الله دوست کی است؟ کسایی است که ایمان آورد. خب ایناله آدم علیه السلام از جمله اولیاء الله هست. بعد از او تمام پیغمبران و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در اولین لیست اولیاء الله است. کسی دیگه پیغمبر لا نفرق بین احد من رسله. بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و صحابه کرام، ابوبکر صدیق، بعد از پیغمبران اولین نفر دومین نفر کی است؟ ابوبکر صدیق اولیاء الله است. باز عمر فاروق است، باز عثمان غنی هست، باز علی بن ابی طالب است، باز دیگه صحابه کرام من المهاجرین و الانصار. صحیح است نه؟ اولیاء الله است. باز تابعین است، باز تبع تابعین است. بعد از دیگه هر مسلمانی که در دنیا هست میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، ولی از اولیاء الله است. کل ما و شما اولیاء الله هستیم، هر کسی که کلمه میکنه. چرا که ضد ولی چی است؟ عدو است. عدو دشمن است. پس تو که میگی ما اولیاء الله نیستم، تو دشمن الله هستی. کل ما اولیاء خیر است، ما خود ضابط، اونا جنرال. کل ما دوستای الله هست، اما یکی رتبهش بلندتر است. لکن کل اولیاء الله مخلوق است. مالک متصرف نیست. یکی داره مالک متصرف نیست. محمد صلی الله علیه و سلم که اولین اولیاء الله هست، کسی را زندگی و مرگ داده نمیتونه. وقتی که او که نمیتونه، این دیگه اولیاء الله که از او که در رتبهش پایین تر است به درجه اول نمیتونن داده.